نگاه کن. با یک سر فرمالیته اینا 5,500 دیگه بیجا. اینا ده شویدی همین بچه‌ها 5,500 دیگه. ولی پول با کارتاش ده گذشته سای. دوان دو این مرده که چیلا خونه امی ضروری با برکت با توی تمرو فرزندای برکمال شد. خوشم باشو. بیا چالا. اینا دوستان عزیز نگاه کنید لگن علیش کردی چیلا؟ نه لگن علیش کردم. اکا شد ما چیلا را دشنبه بردیم تو خرسان چیدی؟ او ما خرسان چیدم. ها؟ او ترامه فرام خیلی دشنبه بریم. او ما رانیو فراگنه. چه کلم بارم. خیلی همون تامت همه خیلی توبه شد. پون همیشه اون چیزی تلفن یک به چی به یو چی. بوده بانی سودای جودا خیلی عدید مردگری میکنه که موزه پشودگی که ما محکم کنگی ما خطی وقتی شما خیلی محکم میکنیم خمونا میخریم الحمدلله تو خمی میریم خیلی دست کم نبینن او بلا اکبر این نبراتون همراه شما زندگی میکنه دختر شتون؟ او قطمون خطی شوهرشون نیستن؟ نه شاید جوش دیگه رحیم پروداکشن نه گوشتل کام. بچه جان چی خیلی؟ پدر جان سازی خوبی؟ سلامتی خوبه؟ اکا چی خیلی؟ سازی خوبی؟ نواکی سازی؟ برو خوبه؟ سلام اینا نگاه کن. این روزی خرسندی کجا دیگه راش میرزونه خرسند چکی همین روزو شیده اونا اویزن میکنه. نه ولی وقتی خوش میکنه. یو را بگی زبانش بله اما اکرام شده اینا خیره مادر جان مادر جان خیره بردیمش کارتا جان دستگیری کردن با یک سر فرمالیته اینا 5,500 دیگه بیجا. اینا ده شویدی همین بچه‌ها 5,500 دیگه ولی پول با کارتاش ده گذشته سای اوش بیسو واسه دست ما میوادگی را کردیم یا ای سرش یک 100 سیم شو بنزین پولی هم ریختیم واسه شویدی مردم داده دستی که من نبینم خیلی نبرتون کنه همیشه برام برای دشنبه همین اوچا همین بیو اینم بیاکم بیو تو به اوچه درمان جنا برای دیگه همین کجا بیاکم خیلی آبادی همین مکان در فکری بلا. داشت رحمت و مغفرت کنم پس موجود در پانش رینیو خداوند این مرده که چیلا خونه امی ضروری با برکت با توی تمرو فرزندای برکمال شد. خداوند این مرده که چیلا خونه امی ضروری با برکت با توی تمرو فرزندای برکمال شد. همش میشه ان شاء الله بان خودت. خودم کازازدان چخچخ دقیقاً کامسی. چی؟ این چه فامیلیه یا چی کابوشگام؟ کمتان تا بیو خوشم باشو. بیا چالا اینا دوستان عزیز نگاه کنید لگن علیش کردی چیلا؟ نه لگن علیش کردم. دیدی؟ نگه بزکشتی ها؟ توضیح لگن علیش کابوش. سلام علیکم دوستان هواداران سامانه رحیم پروداکشن هواداران اکای شیرالی و هواداران اکای شادمان این شخصیتی که در روی نوار در روی اکران یکم بار میبینین این اکای عزیزی ما اکای چیلا میشوه و انا گفتن نموند ما اینا مهمانی خونه اکای چیلا آمدیم بهترین مهمانداری را برای ما کرد و بالای این همه یک بزی پیشونه کشتن گپ سر یک بریده گوشت یک بریده نان نیست که یک مهر و محبت نسبت ما کردم ما از همین تاز ما مینداریم و اکای شد ما خوش اومدی با خونه ما اینجا خونه ما تو مهمونی اومدگی ها
یکای شادمانه دوستان عزیز و کمتر سلامتیش خوب نیسته و با یکرم دستگیری میکنه مثل یکای چیلا یک گویله هستن که مهر محبت به درجه اولیش زیاده نه که متاسفانه خیلی خداوند درد در هر کس میدوده هیچ کس نمیدونسته که پگچ میشم شاید دو روز پس همه خروندگر انمی اویله اکای چیلا شو برای دستگیری مو اکای چیلا کجا دای کو بیو جاکا او بچه‌ها اومده مینا میشه کو اکا این شخصیت اکای شادمان ساده بچه خوبه همه اکای شادمان ما چیلا را دوشنبه بردیم تو خرسان چی دی او ما خرسان چیدم ها او ترام میفورم خیلی دوشنبه بریم او مرا نمیفرگنه ترام میفورم دوشنبه تماشا او کردن ما یا جو برام بو بینم یا چی یا چرا بینم او بو یا او بودیرا او زنداری نه اچو زن ولی بچه کتایی ها او ولات نیست اکای شادمان جان همه شیر بچه رنگی که پچکای سوما داداسی چیلا دیدی کن تری دستگیری کنه از اون رحمه برای خدمت تو ها ترام تری دوشنبه بریم او مارا میفرا بو کنش نه او مرا نمیفرگن فرما کوی نه او فرمای ناو همه تون سلام دوستان عزیز میگن که مهر و محبت در خونه کم بغل نگاه کنین دوستان عزیز که اکای شادمان وقتی که ما چیلا را بردیم دوشنبه خرسان چیدین در قد کوچه چیلا دوشنبه رفت صحنه‌چو شگون ویدیوش تماشا کردی او نمیگویم بچه کانگر تایا نمیگویم خیلی ما باوری کامل دارم دستگیری میکنم دوستان عزیز این پایان ویدیو دا کارتا هم است دستگیری با اکای شادمان هم میکنه اگر یا دستگیری خوبی دیگه کنین دوستان عزیز اکای شادمان هم دوشنبه میارم یا سر فرماش میکنیم مثل اکای چیلا یا سر فرما پیش تینه او مرا نمیفرمان کسون برو پشین سر بتروشی فاسم کنم بگردم شهر همه کسا دستگیری میکنیم دوستان عزیز و امی اویلا را اویلای اوبود میکنیم همه کسا دستگیری میکنیم که اینا چیلا چلاش دیگه رسو دبار قنبا است دستگیریش میکنیم خدا نگهبان خود در چنل ببینیم چه گپ میشه دوستان عزیز ما همراه مادر اکای چیلا جان صحبت میکنیم و با خانه مادر عزیزم مادر ما هم میشوه و یک دو سوال اویدی اکای چیلا میپرسیم که برای چی محض زندگی انمی اکای ما انمی شخصیتی که عین حال در نوار میبینید برای چی انمی خیل شید و اول مادر جان یک دعای نیک به انم کلی مردمه که اکای چیلا را و این چنین شما را ما را دستگیری کردن یک دعای خیر میکرده رحمت بسم الله الرحمن الرحیم خدایا خداوندان پروردگاری وقت خدمتنی صاحب در پرده بلا نحسب خدمت پروردگار همه شماها را همه بچه های همه غربی ها را همه بچه که همه پردندی مرا نگاه کردیستین دستگیری کردیستین همه خداوند تنی ساعت و وقت خوش بوده همیشه سربلند باشن پروردگار بعد اوچا جان یک روز تمام سیر میگن خوش میشود کم ترویدی اکای چیلا گپ میزدید که همین چخیل با همین سلامتیش همین خیل شید برای که دستین سال یه آدمو زن فرزند و یک قد و قامتی برجسته دارن همین چخیل سید کم تر گپ میزدید چیلاخان همه خیل شد که وقتی که مثال چی شد چیلاخان وقتی که همین راهگردان بود همین کمتر همین ایسولی در پرمیشی دیگر کم خیلی کسامت شد خیلی چیزو توبه کردم خیلی فرار نداشتم که دیگه با ایسولی قانون برم خیلی همون کمتر همین خیلی توبه شد پون همین شب روز بود که چیلاخان یک به چی به یو چی بودیم بانی سودای جودا خیلی گفتن نمیشه خیلی بگردونیم برای خیلی گردونیم آوردیم فرزندمونا همین روزتر میگو گل میگن اومد میشنسه خیلی آوردیم که خیلی همین کمودا یلده خیلی چون زمین توبه کرد که بعد رحمت و کی ذکری کنگرتی اکتیو دوره که مرا به حد دستگیری کرد دستگیری که من همین رفتم دورو و همون چیزی همون بیت که مرا گفت که بر اپگو توبه دیگه که بکن ما گردونده آوردم دورو امروز همین اونم خیلی خود کرد همین پرداندی من خیلی اینا اسول خد برشته که اینا بود خیسته اینا بود خیلی گشت ای توبه دی همین دکترو همین چیزو این خیلی خیلی بابتی نگاه بینمون ای بابتی چون خیلی همین محمد امین هم چون پرداند رو دیدن من خیلی همین گویی که میموندم وقتی که همین چیزی کردم همین گویی که اینا اونا که بالا کرد هم خود من هم خیلی سخت بود دستگیری سخت مرا همین کردی میشد بعد اوچا جان باوری داشته که چیلا بانم که روزها میرسه همه خیلی جورا میبینه اما خدا امید داشتم که خداوند دوباره میکرد که همه خداوند پرداند میماره جونی دوباره داد همه جونی دوباره داد که همه پرداند میماره دو قد خیده همه خدا گوید که جون شد دوباره گوید که ای مادر تولد شد
فرزند من که من نمیگفتم فرزند من خبر خداگیر میگرده این خبر را شگونه میکنم که این فرزند من یک قطعه در دوشنبه با همراهی مثال این خودتون مثال رحمتون خیلی نبودین مثال همین را خیلی گردان این ما خواهم بشم که فرزند من توجه رو دادی خداوند شما را عمر در روز بتاو رفتی کم نبینید فرزند سربلند باشین همه خیر فرزند تشکر زیاد و شاهین دوستان عزیز همراه مادر یکای چیلا کمی هم باشد صحبت کردیم از سطح زندگیش آگاه شدیم در اویله نه تنها چیلا بچونی بیماری دچار شده یکای کلانی شما نوار کردیم دیدین که سلامتی اون هم قدر خوب نیست او ای خوردیش هم خیلی بوده چجور او وقتی که تولد میاد هفتم میشی هفتم بود تابکی وقتی خوب میخدیم یکی همین لردون داشتن پرپک تول لردون خیلی همون راندگی تابی توجیهی کردم دکتری کردم استو کردم خیلی بانیسو و خوب کردم کراندم بودیم خیلی نشید خیلی تو حوزه بازار بیدارو ما یک دورا خیلی 20 ماه سوم خیلی لوگ میگیرم همین بازار بیدارو وقتی که دورو نخره بوی نه هوایی میشه این حوزه ممکن که همین بچه من حوزه گیرم جا کافت خم تا کافت داری برای هواشون ببرم ابو میگردونی میمونم یگان روزای شده بود که برای هفته یا روزاش نه هفته نرفته فقط شوی شده که برآمده تو سنتر میگن تا همجا رفته جا خیلی باز همین تلفن رو برآمده این با تلفن بکنن همین مورد با تلفن میکنن همین میشوشانیدن با پیرو میکنن با شام میخریم رنگی که بودن که در عدید رحمردگر میکنه که موزه شدگی با ما مقام کنگی ما خطی وقتی شام خیلی مقام میکنیم خمونا میخریم الحمدلله تو خمیگیریم میریم خیلی ساعت 3 شب یک شب ما فرزندمون گامده با میگیریم به خونمون میاریم خیلی گیت میگیریم میشیم خدا بود اون دیگه دوره پرتم و اسلامون همه دوره دودن میگیریم خدا رو زوره میکنیم خیلی همه خدا امید داریم هیچ خیلی اوچاجان ما در انم پیش غریبا و در پیش الله مهربان همین را بکنیم که خداوند انم مشکلاتی که در سر شما اومدگی بود دیگر نیاد تکرار نشه و بهترین خوشی زندگی ارزوی شما عملی شود توی چیله را سرجم بگذارونیم همه وقت انم خیلی خوشی خرسندانه باشیم و دوستان عزیز خدا نگهبان با همراه پدر یکای چیله صحبت میکنیم و ان شاء الله باوری کامل دارم که بهره که شما پسند میاد دستگیری را لایک ایتون نبرین و در نمی کارت کی پایان کارت به نام نسبی همین یکای چیله خونای بدروین یگان سومی دیگه هم خیر کنیم به نهایت خوب میشه برای سطح زندگی همین هم بپایید سلام عرض میکنم با کلی تماشاگران سومنای رحیم پروداکشن اینک با همراه پدر یکای چیله صحبت کردیم و این دختره که میبینین نبیره یعنی پدر یکای چیله میشه جیانی انمی ها اینا گپ شبی بیوما که اینا بگی اشیر الجو اینا بگی که غمیتا ما صحبت بگذارونه پدر جان شما همی باوری داشتید که چیله با هم خیلی روزو میرسه هم خیلی میگن شخصیت دستگیریش میکنن و مردم غریب همین پولو همین خیلی چیزو دستگیری میکنن دل ما بکیم که مگه دستگیر میکنن خیلی خود ماسکی ما دوشنبه بردیمش سر لباس همش دیدن یگان خرسان شدن که خدا را شکر کردیم و نسبت انمو غریب بچه‌ای که ما را تماشا دارن یگان رحمت بایی میکنه برای دستگیری کردن میکنیم خدا امیدوار سمت دست کم و نبینن و بلا اکبر این نبیرتون همراه شما زندگی میکنه دختر شتون ها قطمون خطی شوهرشون نیستن نه شوهر جوش دیگه بالای چیلا بای کساله دوچار شدن با اکای شادمان بالای این همه باز از چنین نومردها با دختر شما در خونه شما زندگی میکنن میگه که دوستان عزیز هر چیزی که بد میاد بر سر مردم کم بغل میاد دوستان عزیز هیچ وقت ما باوری نداشتم که اویله چیلاشون به این درجه را همه مثبت اثر همه باشه دوستان عزیز خیلی نمیدونم کسی بود زندگی چه خیلی بود نبود الله مهربان خودش میدونه دوستان عزیز فقط ما چیکار کردم میتونیم یک دستگیری باشه یک سخن نیک باشه و یک کامنتر خوب که انمو اکای چیلا اکای شادمان اگر دستگیری خوب شه ما این پدر همراه اکای شادمان با میبرم با یک سر فرمای خوبش میکنیم و به نهایت خرسند میشه و ایامو دقیقه که ما همراه اکای شادمان گپ زدم همین گپ با شما گفتم که اکای رحیم را شامپی میبرم ما تا گفتم خیلی دوستان عزیز انم شخصیت پدر اکای چیلا یک بهترین شخصیتی که ما همراه صحبت کردیم تمامی نوشاکی و تمام خوردنی را برای ما ای تمام جا کشید برآورد هزار آمد کلان میندانم که ما را قدر کردین و پسرتون در ما امانت دادین خیلی خدا نگهبان دوستان عزیز چی فکر چی عقیده دارید در کامنتری بنویسین الله نگهبان